солимии миллат боигари давлат ба шумор меравад. аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ба соҳаи тандурустӣ мароқи нек зоҳир карда мешавад. дар ин раванд марказҳои назорати давлатӣ ва санитарию эпидемиологии шаҳру ноҳияҳо фаъолияти хешро беҳтар карда ба сокинон хизматҳои беғаразонаи хешро мерасонанд. бо мақсади таҳлили аниқи бемориҳои вирусологӣ дар маркази назорати давлатию санитарии эпидемиологии шаҳри Турсунзода дастгоҳи нав бо номи статфакс ворид карда шуд ки 70 навъи таҳлилҳо дар ин ҷо гузаронида мешавад, гуфт духтур вирусолог Дилафрӯз Эшова. خب این پریبوری یعنی استاتفاکس نام دارد برای معاینه نمودن بیماری‌های ویروسولوژی خدمت می‌رساند. این پریبور را ما میگیم که پیش از سر نمودن کار ما میتوانیم یکم یعنی کالیبروفکای پریبور را گذرانیم. خب من تا کالیبروفکای پریبور گذرانیده می‌شود، معلوم مدت نگاه داشته می‌شود. بعد از آن یعنی پارامترهای پریبور برای ما خدمت می‌نماید، یعنی تمپراتوره رو وقت رو حتما اهمیت دادن لازم است. هر یک بیماری تمپراتوره معین یعنی وقت معین رو برای سنجش طلب می‌نماید. پریبور برای معین نمودن باز یکچند نمود بیماری‌های ویروسولوژی رو ما می‌توانیم تفتیش نماییم. بیماری‌های ما می‌توانیم که بیماری ویروسی یعنی هپاتیت A، هپاتیت B، هپاتیت C معین کرده می‌شدگی باز سیتومگالویروس می‌نامیم. این بیماری معین کرده می‌شود باز بیماری پراستووا گرپس نامیده می‌شود. این بیماری‌ها معین کرده می‌شود. به غرض وی با یکچند نموده گوییم که 70 نمود بیماری گذرانیده می شود. یعنی حجم کار این پریبورمون معین کرده می شود. در مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر ترسونزاده شعبه‌های اپیدمیولوژی و سانیتاری و گیگینی راهاندازی شده کارهای پروفیلاکتیکی، پیشگیری، پیداشوی و پنجشوی بیماری‌های سرایتی و غیر سرایتی در بین اهالی شهر برده می شود. در مدت سال 2017 در لابراتوری باکتریولوژی 17756 تشخیص باکتریولوژی، از این 336 تشخیص مثبت همچنین 15 تشخیص ورجه، 7026 تشخیص گلمنت گذرانده شده است. در این باره دیرکتور مرکز نظارت دولتی و سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر ترسونزاده مزروبخان نظاموف تاثیراتش را چنین بیان نمود. امروز چیزی که شما می‌بینید با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر ترسونزاده و با دستگیری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی شهر ترسونزاده یک تجهیزات نوی استاتفاکس یعنی هم تجهیزات ایمونوفرمنتی آنالیزاتور آورده شد که این تجهیزات زیاده از 70 نمودی تشخیص‌های ویروسولوژی را دیده معین می‌نماید. برای سریع وقت دیده و تحلیل نمودن بیماری‌های از آن جمله هپاتیت B، S، A رو و بغیر از هپاتیت تمام نمود بیماری‌های ویروسی رو می‌بیند. بعضی خدمت‌رسانی این تجهیزات یعنی امروز زمانوی بوده، استحصال دولت‌های خارجی یعنی استحصال آمریکا میباشد. در مدتی از 1 تا 3 ساعت معین می‌نماید جواب معین تشخیص یعنی تحلیل رو. بغیر این در مرکز چیزی که شما می‌بینید با طریق حشر و با طریق وای سه حجره از تعمیر کلی برآورده شده. در 12 ماه سال 2017 630 نفر شخصانی واقعی و منصبدار برای رعایت نکردن قاعده و معیارهای سانیتاری پروتکل حقوق ویرانکنی ترتیب داده به همه آنها قرار عاید بستن جریمه برآورده شد که در حجم 52500 سومانی مبلغ به بودجه دولت وارد کرده شده است. صابر جان سعیدوف، ظفر حسنوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.